یه کتابی هست به نام Love Yourself as if your life depends on it. میگه وقتی تو خودتو شروع میکنی دوست داشتن، دنیا اینجوری میکنه. آخی بالاخره فهمید. Finally you got it. Finally. بالاخره فهمید. بالاخره فهمیدی که جواب تو اینجا بود. بالاخره فهمیدی که جواب تو دوست داشتن خودت بود. بالاخره راز زندگی، اون چیت کد، رمز جرزنی بازی رو فهمیدی. دوست داشتن خودت، پر کردن خودت از عشق. ببین اتفاقات چجوری برات میفته. آدما به دست و پات میافتن. آدما مثل نمیتونن، مثل براد آهن نمیتونه جذب آهن رو با نشه. مثل خودش نیست. آدما جذبت میشن، آدما ازت خوششون میاد، آدما دوستت دارن، خودت از خودت خوشت میاد، اتفاقای خوب برای زندگیت میفته، درا برات باز میشه، آدما به وقتش سر راحت سر کلهشون پیدا میشه. فقط و فقط وقتی که روی سلف لاوت کار کنی، فقط و فقط وقتی که رو خودت کار کنی، خودتو بشناسی، با خودت وقت بگذرونی. کی گفته زندگی قرار خودش خوب بشه؟ کی گفته اگه نشستی داری علف میکشی و شب تا صبح نمیم سریالای چرت و پرت نتفلیکس رو تماشا